گوش کن بابا، گوش کن. نه یک ریال پهن داریم و نه یک سن ماه. وگرنه ایرانی یعنی آبادی، نه ویرانی. ایرانی یعنی اقتدار، نه در صف نزوی و انتظار. ایرانی یعنی تولید ملی، نه جنس فیک چینی. ایرانی یعنی خدایی کردن، نه واسه چند تا کفتار نوکری کردن. ایرانی یعنی در عرش بودن، نه زیر خط و فقر و فرش بودن. ایرانی یعنی هر یک خونه ویلایی، نه با وام و التماس جاری. ایرانی یعنی کارگرم که باشی باید مثل دکترا باشی. ایرانی یعنی سفره‌های رنگی، نه خیار و گوجه فرنگی. ایرانی یعنی قدمت، اصالت، شجاعت. یعنی فرزند کوروش نژاد آریایی و کلام پارسی، نه بیت چرت عربی و کعبه علکی و حاجی مفتکی. ایرانی یعنی برآورده کردن، نه شبا تو خلوت با عشق به درگاه خدا آرزو کردن. ایرانی یعنی هر کدومون یک پادشاه، نه 85 میلیون غلام یک